اولین چیزی که باید بدونین انواع سیماست که یکی ما فاز داریم، یکی نول داریم، یکی هم ارد داریم. این که معمولا قرمز هم میندازن سیم فاز، یعنی برق و جریان برق رو مصرف کننده میرسونه. این نول که آبی میندازن معمولا برق رو به منبع برمیگردونه و این هم که زرد و سبز رو بهش میگن ارد که جلوی برق گرفتگی رو میگیره. تنها وسیله‌ای که برای سیم کشی نیاز داری یکی فنره، یکی هم چسب برق و یکی هم سیمچین. برای سیم کشی باید شما از جعبه فیوزتون به مابقی پریزاتون این سیما رو بکشین که برق از جعبه فیوز به اونجا انتقال پیدا کنه. حالا فقط کافیه برای فنر زدن رشته سیماتون رو به این فنر ببندین و بعدم با چسب برق دورش رو میبندی که دیگه توی مسیر لوله ها در نره. حالا فقط کافیه از سمت جعبه فیوز ببینید فنر رو میکشن و دیگه سیم میره داخل لوله ها. حالا از این برم میبینی سیم از توی جعبه فیوز در اومد.